در حالی که سال 2025 سال دشوار برای پناهجویان در جهان به ویژه برای پناهجویان افغان بود، گویا این ماجرا در سال جدید همچنان پابرجاست و پایان نیافته است. در جریان این سال سیاست‌های شدید مهاجر ستیزی در برابر پذیرش مهاجران در جهان شکل گرفت و بسیاری از کشورها به اخراج و اعمال محدودیت در برابر آنان پرداختند. به تازگی حزب سوسیال مسیحی آلمان طرحی را آماده کرده که بر اساس آن از دولت آن کشور خواسته شده تا شهروندان کشورهای افغانستان، سوریه و اوکراین را در سال جدید میلادی به کشورهایشان اخراج کنند. این طرح در 6 ماده تنظیم شده و بر ساخت مراکز اخراج برای شهروندان اوکراینی، افغانستانی و سوری تاکید دارد. در پیشنویس طرح پیشنهادی این حزب همچنان آمده که دولت آلمان فشارها برای بازگرداندن شهروندان اوکراینی را شدت بخشد تا آنان بنابر وضعیت جنگی در این کشور در جنگ کشورشان اشتراک کنند. کشور آلمان و حکومت آلمان جز کشورهایی بوده که در 4 سال اخیر نقض حقوق بشر و حقوق مهاجران انجام داده و یک سیاست نادرست و تبعیض‌آمیز علیه مهاجران افغانستانی اونا اتخاذ کرده. اونا در 3 سال اخیر پرونده‌های اکثر مهاجران افغانستان در پاکستان زندگی میکنه کیسای اونا رو بررسی نکرده و اونایی که منتظر انتقال به آلمان بود متاسفانه پروسه انتقال اونا بسیار طولانی شده. در کل آلمان یک سیاست نادرست و تعصب‌آمیز و نجات پرستانه علیه مهاجران افغانستانی داشته. این طرح نشان دهنده پایان دوران سیاست درهای باز مشابه به سال 2015 است. اکنون نگاه سیاستمداران آلمانی از چگونه ادغام کنیم به چگونه بازگرداندیم تغییر یافته است. بعید است که این طرح به صورت کامل و به سرعت تصویب و اجرا شود. حزب سوسیال مسیحی آلمان یک جریان سیاسی ضد مهاجرت در آن کشور است و بارها خواستار وضع محدودیت‌ها بر مهاجران که به گونه غیر قانونی به این کشور آمده بودند شده است. این در حالی است که ایران و پاکستان اخراج شهروندان افغان از کشورهایشان را شدت بخشیدند و تنها روز گذشته بیش از 1600 تن از ایران و پاکستان اخراج شدند.